ماهایی که داخل یوتیوب دارین فعالیت میکنین این چند نکته رو حتما جدی بگیرید. شورت ویدیو بذارید بچه‌ها. شورت ویدیو باعث میشه که سابسکرایباتون خیلی راحت بیاد بالا. این باعث میشه که رشد سابسکرایباتون بیشتر بشه. اگه شورت ویدیوتون خوب باشه مخاطبین 100% شما رو دنبال میکنن و این باعث میشه که کانالتون یه جامپ خیلی خوب بزنه. همیشه مثلا یه صورت 8 شب میذارید، صورت همون 8 شب همیشه شورت ویدیوهاتون رو بذارید. یه مثال میخوام بهتون بزنم. یه ویدیو گذاشتید 500 تا بازدید گرفته، ویدیو بعدیتون 700 تا گرفته، یه ویدیو شورت ویدیو که گذاشتید 1000 تا گرفته. این کم کم باعث میشه که کانالتون همه بیان ببیننش. و یه ویدیو جدید میخوای بذاری، یوتیوب یه جوری مثلا ویدیوهای قبلیتون که بازدید گرفتن همونا رو دیگه به بقیه نشون میده. مثلا اون 500 تا 700 تا شورت ویدیوتون که بازدید گرفته، این ویدیو جدیدتون یوتیوب 100% به اونا هم نشون میده، به بقیه هم نشون داده که ویدیوهای قبلیتون رو دیدن. اون افراد اومدن این ویدیو جدیدتون رو دیدن. الان چقدر اضافه شده؟ 700 تا. یه جامپ خیلی بالا میزنه، ویدیوتون وایرال میشه. یه جامپ خوب میزنه، اگه ویدیوتون جالب باشه به بقیه هم نشون میده و رشد خیلی خوبی واسه سابسکرایب اینجا ایجاد میشه.